ما نقشه چاره‌بینی مخصوص نسبت به پیشگیری همین کارها، یعنی که از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های کلینیکی تصدیق شدند و در وقت سنجش‌هایی که ما می‌گذاریم حتما طلبات نسبت به استفاده بری پروتکل‌های کلینیکی در آنجا موادهای دارویی میشن، نامگوی مواد دارویی هستند که چخیل میگه هم با نرخ‌های آن نسبت به دیگر موادهای دارویی چخیل میگه فیرموی یا که نام سودا دارند نسبتاً ارزان است و در هر یک مؤسسه طبابتی پروفیلاکتیکی نماینده‌های خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیوتیکی ما نظارت میبریم، حتما چی طور استفاده بری همین پروتکل کلینیکی دیده میبریم که آیا برای درست است یا نه. و قسم دیگری که نظارت‌هایی که ما میبریم یعنی برای پیشگیری این کارها ما کارها رو میبریم که موادهای دارویی که در روی خط اساسی موادهای دارویی از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی و چاپ میرسه، یک فرمایش مسقطی هر 2 سال یک بار دیده برآمده میشود، این مواد استفاده میبریم یا دیگر موادهایی که در این روی خط هستند نسبت به دیگر موادهای یعنی که چخیلی که در بالا قید کردم و نامگوی تجارتی دارند، نامگوی چخیلی یا که پتنتی دارند، آنها نسبتاً ارزان است با چخیلی که در زبان فارماسیوتیکی مواد دارویی گنریکی غیر پتنتی و پتنت ندارند و نسبتاً ارزان است. باز همین را قید کردنی هستم که هر یک مواد دارویی که به فروش برآورده می شود پیش از اون باز از قید دولتی و از تشخیص لابراتوری گذارد و در وقت جایگزین بودن این مواد آنها بعد دارای سرتیفیکات مطابقت می شوند. وقتی که شرطنامه بین دو کس می شود، هم پزشک هم داروخانه، این مضرر گفتی گپ خود بیمار است. برای که وقتی شرطنامه شد نرخ دارو هم بلند می شود، یک دیوم که باز چخیلی که قید کردیم ما طلبات یعنی که طلبات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان این استفاده بری پروتکل کلینیکی است که در آنجا به طور کنکریتی هر یک نسبت به هر یک بیمار معین شده است که کدام موادهای دارویی استفاده برند و چقدر کدام مواد باید استفاده برند. من باز قید کردنی هستم که ما در وقت سنجش‌ها دقت اصلی به این میدیم که آیا پروتکل کلینیکی از طرف پزشکان یعنی که استفاده بری آن موادی که در پروتکل کلینیکی هست همانها است یا دیگر. در وقت مثال هستند قسم موادهای دارویی هستند که در وقت معین کردن از طرف طبیبان که حتما باید که بیمار استفاده برد، اینجا یگان جای مثال گفتن نیست. و طرف دیگر این است که باید پزشک نامگوی همین مواد رو که می نویسد و به داروخانه صاحب کسل یا که خود بیمار مراجعت میکند، آنها حقوق دارند که کدام نماد یعنی که همین نامگویی که همین مواد در داروخانه است خودشون جدا کرده خریداری میکنند. در اینجا ما یگان چی کردن گفتنی نیستیم، خود بیمار میبیند که استحصال کدام کشور و یا مقال یا که چی دیگر آنها میتونند خریداری کنند.